بریم سراغ یکی از مهمترین سوالایی که دارید. کاشت چرا با نیدل آبی ضعیف تره؟ ما الان میخوایم با نیدل نارنجی یه دونه تار مو رو بکاریم، فارغ از این که اصلا ما با چه زاویه‌ای قراره این سوزن رو وارد پوست بکنیم. یه مو رو با نیدل نارنجی میکاریم، نیدلمون رو عوض میکنیم، یه نیدل آبی میاریم و بعد شروع میکنیم با آبی هم یه دونه تار مو میکاریم. حالا میخوایم این دوتا رو با هم فرقشون رو بسنجیم. ببینید در شرایط یکسانن، اما اونی که با نیدل آبی کاشتیم نگاه کنید داره از کناره هاش خون میاد بیرون، ولی با اون یکی که نارنجی بوده نشتی خونی نداره. این به ما چی رو نشون میده؟ نشون میده که سوراخ آبی بزرگتره و حفره بزرگتری رو روی پوست شما ایجاد میکنه. حالا نکتهش چیه؟ ما وقتی قراره یه ابروی کامل رو با نیدل آبی بکاریم، به تعداد زیادی این سوزن وارد پوست شما میشه و باعث میشه که جای این سوراخ ها روی پوست شما بمونه، اصطلاحاً کلوید ایجاد بشه و یه برجستگی و فرو رفتگی روی پوستتون دیده بشه. حالا یه علت دیگه‌ای که نشون میده نیدل آبی ضعیفه چیه؟ دقت کنید، من تار مویی که با نیدل آبی کاشتم و میگیرم به سادگی توی این سوراخ لق میخوره. چرا؟ چون حفره بزرگتریه. اما اون یکی تار مو رو ببینید، من حتی اگه بخوام از پوست خارجش کنم یه خورده سخته. اینکه حفره جای سخت‌تر و تنگتری داشته باشه باعث میشه که توی همون ناحیه‌ای که ما گذاشتیم جوش بخوره و تکون نخوره. ولی هرچی این سوراخ بزرگتر باشه، تو مدت جوش خوردن این تار مو توی پوست شما تکون میخوره و سر جای اصلیش ممکنه جوش نخوره. برای همونه که خواب ابروتون در نیدل آبی که حفره بزرگتری داره ضعیف‌تره.